می توانم سوار قایقت بشوم؟ البته استاد. عیسی در روزی آفتابی کنار دریایی آبی در جلیل تعلیمی داد. او در قایقی ایستاده، مردم در ساحل نشسته و به او گوش میدادند. با داستانها تعلیم میداد تا بماند در فکر و یاد مردم ده یا شهر. جامی چه عالم دهر تحقق یافت پیشگویی ها، آنچه می گفتندن بیا سخن گوید به مثل ها، گشاید رازهای سما. کشاورزی فقیر روزی شخ میزد روی زمینی که ناگه گنجی پیدا کرد. خستگیش فراموش شد، قصه هایش ناپدید شد، پر از شادی و وجد شد. به کسی نگفت او رازش، فروخت همه اموالش تا بخرد آن زمین را با آن گنج گرانبها. زندگیش خاک و خس بود، ناامید و بی هدف بود، حالا او رویایی دارد آرزوهایش شمارد. میشنید راز این مثل را میدید، غمگین گردید لحظه ای. این گنج مخفی عیسی است، او تنها راه به سما است، تاوان گناه بشر. آسان نبود بهر پدر تا بخشد به جهان پسر، اما او جهان را دوست داشت، در ظلمت باقیش نذاشت. گناهکاران دورش کردن، عیسی را صلیب کشیدن، در قبری را بهرش دهند، منجی را در آن می نهند. زندگی خدا است، منشأ شادی و صفا است، بی او زندگی پوچ است. دنیا در ظلمت خفته بود، سایه گناه سنگین بود، اما یک شنبه در رسید. عیسی برخاست از مردگان، روز سوم در بامدادان، با قیامش ظلمت شکست، قدرت شریر برشکست. عیسی گناه را مغلوب کرد، قدرت مرگ را نابود کرد، قیامش ما را داد نجات از تاریکی سوی حیات. عیسی در روزی آفتابی کنار دریایی آبی در جلیل تعلیم
میداد. او در قایقی ایستاده، مردم در ساحل نشسته و به او گوش میدادند. قایق خود را به میان آبهای عمیق بران ای شمعون. استاد، ما دیشب نتوانستیم چیزی صید کنیم، اما چون شما میگویید تورهای خود را با آب میاندازیم.